سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی رو میگوید. آغاز میکنیم. مشتی بعد از جنگ رو باید بر سر خود زد. لواندوفسکی رو در مورد آنه که مسی با او آواز نداده است سوال دادند. لواندوفسکی هم از مسی در این راستا ملال نیست و این را همچون انتخاب آزاد هر نفر قبول کرد. او گفته است که شما یاد دارید که او بعد مراسم جایزه توپ طلایی به من چی گفت؟ آن سخنها را از زبان مسی شنیدن روح بلندی میبخشید. آنه که او با کی آواز داد با کی نه از خودش پرسید. او خلاصه خودی اوست و من او را احترام میکنم. از او ملال شدن لازم نیست، گفته است روبرت لواندوفسکی. اصلی ماجرا این است که در آوازدهی جایزه زبست فیفا مسی تماما لواندوفسکی را ارزنده ندانست، ولی روبرت در نوبت خود مسی را در سگانه آوازداده‌هایش جای داد. مخلصان را آن عصبی میکند که مسی ناعدالتانه در این مراسم بهاگذاری کرد. مخلصان مسی هم در نوبت خود یافتند بهانه را که لواندوفسکی را گناهکار نمایند. آنها میگویند چرا لواندوفسکی در سگانه انتخاب کرده هایش اسم مسی را در اول ننوشت؟ آخر میبخشد و برای چی مسی را باید در اول نوشت؟ برای همون یک گل در لیگ فرمرها؟ بچه ها یک بار دیگر خود را در فوتبال کلان سنجیدنی‌اند. فرانک لمپارد و اوین رونی برای وظیفه سرمربیگی دسته اورتون مبارزه میبرند. لمپارد یک مرتبه شانس بهترین را از دست داد. چلسی را با توخل سپارید و بعد رفتن او دسته ساخته‌اش به تیم رقم 1 جهان تبدیل یافت. دسته اورتون بعد به استعفا روان کردن رافائل بنیتز با سبب نتیجه‌های خیلی بد همکنون با اصطلاح شورت لیست مربی‌ها را ترتیب داد و در این رویخط اسم 4 نفر داوطلب برای اشغال وظیفه نوشته شده است. اینا نیکو کوواچ مربی که چند پیش از موناکو رانده شد، فرانک لمپارد مربی سابق چلسی که سال گذشته از وظیفه رفت، اوین رونی سرمربی دسته دربی کاونتی و روبرتو مارتینز سرمربی فعلی منتخب بلژیم میباشند. رهبریت باشگاه اورتون از میان 4 نفر بیشتر به لمپارد و رونی توجه دارند. یک مصلحت به دسته لیورپولی: اول لمپارد رو بیارن چون او میداند که چه خیلی باید خرید کرد. بعد او بعد یک سرمربی بیارن لیگ چمپیون ها رو میگیرن مثل توخل. داوری بازی دسته های میلان و اسپتزیا مارکو سرای 39 ساله دیروز برای یک اشتباهش در میدان گریه کرد و او را زلاتان 40 ساله آرام نمود. این هم در حالی است که داور جوان اولین بار در میدان با صفت داور سال 2018 دبیوت کرد، ولی با گذشت 4 سال او همگی 11 بازی را داوری کرده است. داور جوان برای کریر خود مشقت زیاد میکشد، ولی بازی ها را با او کم باوری میکنند. خلاص در بازی دسته های میلان و اسپتزیا دیروز تقدیر بازی را با او باوری کردند، ولی متاسفانه در یک فرصت او اشتباهی بزرگ کرد و با کریر نه آنقدر موفقش باز داغ سیاه وارد نمود. وقتی که بر ضد جونیور مسی از فوتبال باز میلان قاعده بازی ویران کرده می شود، مارکو سرا در حال صدای هشتک خود را بلند میکند، ولی توپ در اختیار بازیگران میلان باقی میماند و هشتک هم همان وقت صدا داده می شود که الک جونیور ضربه زد و حتی گل شده بود. طبق قاعده همین است که بعد قاعده ویران کنی اگر بازی را به قول جبردیده ها ادامه بدهند پس داور باید بازی را منع نکند. با تقدیر تلخ داور ضربه بعد هشتک گل شده بود. داور که الک صدای هشتکش بلند شده بود گل را حساب نکردند. برای این اشتباه داور خیلی اشک ریخت و او میدانست که بعد بازی حتما در شورای داوران با قول گپ میشنود. نفری که او را آرام کرد و دلبرداری نمود این زلاتان ابراهیموویچ بود. همگان انتظار بودند که با اصطلاح گپ زن فوتبال حالا یگان شپاتی برای داور میزند، ولی این طور نشد. حتی ابراهیموویچ او را تا اتاق لباس بازیکنی گسیل کرد، هرچند مارکو سرا نزد بازیگران میلان عذر پرسید، ولی همان خود را بخشیده نتوانست. در 4 سال 11 بازی که داوری کرده باشد بعد این اشتباه خدا خواهد سال آینده بازی نوبتیش می شود. خلعت یا با اصطلاح روسی خلعت بوکسچی دستان محمد علی در مزایده خود اکسیون به فروش گذاشته شد. با اطلاع نشریه تیمزی پیراهنی که محمد علی در عرفه رقابت با سونی لیستن سال 1965 به بر کرده بود در مزایده نرخگذاری و یا بها داده می شود.
چی طور نشریه خبر میدهد علی پیروهن رو وقتی راه با رینگ در رقابت دومی با لیستون بابر کرده است. رقابتی که فراموش ناپذیرترین در تاریخ دانسته می شود. کارشناسان برانند که مزایده میتواند زیاده از $500,000 کار کند. این خلعت چگونه گفتم با آن خاطر قیمتش گران است که در این رقابت از دشمنی از حد زیاد محمد علی همین قدر عصبی بود که در 2 دقیقه لیستون رو به نکاوت فرستاد و بالای سرش فریاد زنان اظهار هم کرد که برخیز تا من تو رو پاره کنم. علی تا آخرین نفس از این رقابت یادآوری میکرد و میگفت که حالا هم افسوس میخورد که در 2 دقیقه بازی را خاتمه داد. باید لیستون پاره میشد. یادداشت میکنید که مجزن دستان کاسیوس کلی خوردی نام حقیقیش محمد علی سنه 3 یونی سال 2016 در سن 74 سالگی از عالم چشم پوشیده بود. اگر او زنده می بود 2 روز پیش 80 ساله میشد. مهم نیست که محمد علی چند سال عمر دید، مهم آن است که نام او در قلب‌های ما ابداً باقی میماند. در جام آلمان فوتبالباز کیل هنگام اجرای ضربه سلسله پنالتی ها گل زد ولی گل او را حساب نکردند. میدونید برای چی؟ برای اینکه فوتبالباز هنگام اجرای ضربه 2 مرتبه توپ را رسیده است. پای چپ خود را خیلی نزدیک به توپ کرد که با قول بیبی ها اندکک رسید و با پای راست ضربه اساسی را زد. گل حساب کردن نشد. دسته کیل در دور یکش نهایی جام آلمان با دسته گامبورگ رقابت کرد. وقتی اساسی بازی با حساب 1-1 خاتمه یافت و همینطور برای غالب را معین کردن کار تا سلسله ضربه های 11 متره رفت. در ضربه های پنالتی بچه های گامبورگ اندک فعالتر بودند. آنها با حساب 4-3 غلبه کردند و سبب 4-3 باختن 1 میلیون یورو را از دست دادند و با مرحله 1/4 نهایی راه نیافتند. محض با گناه فلاریان کاینز وینگری دسته کیل می باشد. او پیش از ضربه اساسی را زدن با پای چپش اندک توپ را رسیده بود. هرچند توپ وارد دروازه شد ولی گل را حساب نکردند. بیهوده نمیگویند که قدم ها تا دانسته ماند. هیکل کریستیانو رونالدو در هندوستان تظاهرات جمعیتی برپا کرد و کلی مردم بر آن اعتراض دارند که باید پیکره بهترین نشانزن جهان کنده شود. دیروز در شتات گوای هندوستان مراسم کشوده شوی پیکره رونالدو برگزار شد و تندیس با متل برنجی ساخته شده رونالدو در شهر کلانگوت شتات گوا جنجال زیادی را به بار آورد. هزارها مردم با یک آواز به نصب کردن این پیکره به کوچه ها برآمدند. رهبریت شهر بر آن خاطر پیکره او را ساختند که فعالیت پرتغالی برای جوانان شتات نمونه عبرت باشد، ولی همه مقصدها برعکس شد. سببش گذشته خیلی دردناک شتات گوا بوده است. از سال 1510 شتات گوا تحت تصرف کشور پرتغالیا بود و همگی 60 سال پیش آنها در حیات هندوستان مستقلیت به دست آوردند. مردم میگویند زیر احاطه پرتغالیا مردم گوا با مشقت زیاد روبرو شده بودند. از این رو آنها به هیچ وجه پیکره یک پرتغالی را در مرکز نمیخواهند و طبق اطلاع پایگاه معتمد BBC مردم شتات مذکور با بیرق سیاه به صفت اعتراض به کوچه ها برآمدند. حالا تقدیر پیکره ناروشن میماند. برای من عجیب است که رهبریت شتات گوا میدونستند که مردمشون به رونالدو از حساب دشمنی با پرتغالیا آنقدر اعتقاد ندارند، ولی چرا مسی را برای نمونه انتخاب نکردند؟ من حیران. رقصگر مشهور تاجیک نورالله علیف پرآوازه‌ترین رقصگر قفقازی مگامد اسماعیلوف را زد ولی در وقت تمرین و امیدوارم که روز به حقیقت تبدیل می‌یابد. در صفحه اینستاگرام رقصگر تاجیک نورالله علیف نوار تمرین شریکی خود را با قفقاز پرآوازه مگامد اسماعیلوف وارد ساخت. در این نوار دیده می‌شود که چخیل مگامد اسماعیلوف از یک اصول سبک گوشتن طرز آزاد بر ضد نورالله استفاده می‌برد و مگامد از نورالله توصیف زیاد می‌کند. او ورزشگر تاجیک را عظیم‌جثه یا به اصطلاح روسی گیگانت نام می‌برد. این نوار همچنین در صفحه اینستاگرام خود مگامد اسماعیلوف نیز وارد شده است. او نورالله را اشاره کرده نوشته است که وقتی با تلفن من ثبت میکنند با من ممکن نیست برخورد کردن. اکنون نورالله هم این چیز را فهمید. با دادر خوردی هم خیلی عالی کار کردیم، نوشته است مگامد اسماعیلوف. دوستان، در کانال ساکر تیجی همون نوار نوی را در موضوع ستاره های فوتبال که زمان وقتی عمر خود را در زندان گذراندند وارد نمودیم. یک گذار کنید، سیلکش در پایان است. با همین تمام، تا دیدار، خیر.